أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما فرض کرده شد چنانه که بر کسانی پیش از شما فرض شده بود، باشد که با تقوا شوید. سوره بقره آیه 183. الله تعالی روزه را بر مؤمنان فرض گردانید و خبر داد که بر امتهای پیش از شما، یعنی یهود و نصارا نیز فرض شده بود. روزه رکن از ارکان اسلام بوده، یکی از بهترین وسیله زیاد شوی تقوا برای مؤمنان است و تقوا سبب رضایت الله و داخل شوی جنت می باشد. این تقواست که انسان را از خوردن و نوشیدن و همخوابگی با زنهای خود در وقتهای معین باز می دارد. روزه سبب زیاد شوی ایمان شخص می گردد و محض روزه‌داری مؤمن را از بسیاری گناهان باز می دارد و شیطان را ناامید و مایوس می گرداند. ولکن لازم است که نیت روزه‌دار خالص برای رضای پروردگار جهانیان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پند و نصیحت.